موضوع امروزی درسی ما سفیده ها. سفیده ها یکی از ساختارهای مهمترین ترکیبی حجره زنده به حساب می‌روند. از نگاه انگلس چی میگه؟ حیات این طرز موجودیت جسمای سفیده‌ای است. یعنی انگلس میگه که اگر سفیده است فعالیت دارد، حیات وجود دارد. وقتی که سفیده ویران میشود، استرکتورش سفیده ها ویران میشود، حیات نیست، چی میشود؟ قطع میگردد. خلاصه موضوع امروزی درسی ما چی بوده است؟ قسمت دیگری ترکیب شیمیایی حجره این سفیده در کجا حاصل می شود؟ جای سینتز، این جای حاصل شوی سفیده ها حاصل می شود در ریبوسومای حجره. ریبوسوم این ارگانوید می باشد که چی؟ ارگانوید می باشد که سفیده ها را حاصل می کنند و در بیشتر حالات شما سفیده ها را با نام چی می بینید؟ با نام پروتئین. معنی پروتئین چی می شود؟ سفیده پروتئین، سفیده پروتئین هر دوش چی؟ یک چی می باشند. و در ارگانیسم انسان مثلا در ارگانیسم هر یک فرد زیاده از 5 میلیون نمودی سفیده، زیاده از 5 میلیون نمود در ارگانیسم ما، مثلا در ارگانیسم من زیاده از 5 میلیون نمودی سفیده را از هم دیگر فرق می‌کنه. در ارگانیسم شما که می‌بینید، در ارگانیسم شما نیست زیاده از 5 میلیون نمودی سفیده را از هم دیگر فرق می‌کنه. آلبومین، گلوبولین، فیبرینوژن، پروتئین دیگر هم خیلی زیاده از 5 میلیون و همه این از چی؟ از 20 نمود الفا امینوکیسلوتا از 20 نمود الفا امینوکیسلوتای پروتئینوگنی، زیاده از 20 نمود الفا امینوکیسلوت پروتئینوگنی چی ساخته شده است. فهمو در اینجا کامبیناسیون 20 نمود الفا امینوکیسلوت زیاده از 5 میلیون نمودی سفیده چی شد؟ پیدا شد. ببینید مساش اگر ببینید بین ماده های ارگانیکی، اگر همه ماده ارگانیکی حجره را 100% قبول کنیم، سفیده، چرب و کربوهیدرات، کیسلوت همه اگر همچون 100% قبول کنیم، از بین اینها سفیده در جای یکم ایستاد، زیرا که سفیده خودش تنها چند فایز رو تشکیل میکنه؟ سفیده در تنهایی خودش 50% ماده های ارگانیکی، یعنی سفیده 50% ماده ارگانیکی را خودش طاقت تشکیل میکنند، 50% دیگه با کیسلوت های نوکلئینی ندود، چرب و کربوهیدرات ها میباشند. فهمو؟ و ما در اینجا گفتیم زیاده از 20 نمود الفا امینوکیسلوت های پروتئینوگنی، زیاده از 20 نمود الفا امینوکیسلوت های پروتئینوگنی. یک بار من همجا فهمیدم امینوکیسلوت ها رو با دو گروه جدا میکنن، با دو گروه کلان. یک چند نمود تصنیفات دارد. یک از این تصنیفات ها این از روی در ارگانیسم حاصل شدن و نشدن، یعنی از روی وظیفه شون. امینوکیسلوت ها میشن ایواز نشونده و امینوکیسلوت ایواز شونده. امینوکیسلوت ایواز نشونده این امینوکیسلوت ها میباشند که در ارگانیسم حتمی از بیرون توسط غذا باید وارد شوند. اگر در ارگانیسم امینوکیسلوت ایواز نشونده وارد نشود، علاقه انکشاف ارگانیسم چی میشود؟ ویران میشود. در موضوع اونتوژنز شما میبینید در باب 7 میشود، در باب 7 کتاب صنفیده آورده که در موضوع اونتوژنز امینوکیسلوت اگر در غذای تجربه گذرانده در غذای موشا، اگر امینوکیسلوت لیزین و امینوکیسلوت والین، همین امینوکیسلوت ها رو از راسیون غذا بیرون کرد، یعنی با موشا والین، با یکی از موشا والین، با دیگر از آنها لیزین نداد،
با دو موشی دیگر باشد این امینکسات ها را داد. در نتیجه دیدن که انکشاف آنها چی شد؟ ویران شد. خلاصه جای این امینکسات ها را دیگر امینکسات ها گرفتن نتوانستند و در ارگانیسم حاصل نشدند. خلاصه امینکسات عوض نشونده نامش میگه که جای این امینکسات ها را دیگر امینکسات ها گرفتن نمیتوانند، در ارگانیسم حاصل نمیشوند. حتمی این امینکسات ها باید از بیرون توسط غذا شود وارد شود. کدام امینکسات ها به این داخل میشوند؟ کدام امینکسات ها؟ این را می نویسیم. با باقی مانده امینکسات ها عوض نشوندند. در ارگانیسم مثلا کلانسار، در ارگانیسم آدمان کلان خلاصه 8 امینکسات عوض نشونده را چی وجود دارد که اصلا فرق میکنند. یکم چی؟ والین. دویم چی؟ لیتسین. سیوم ایزولیتسین. چهارم لیزین. پنجم متیونین. ششم متیونین تریونین. هفتم تریپتوفان. نه اسمه تریپتوفان. هشتم فنیل آلانین. خلاصه والین، لیسین، ایزولیتسین، لیزین، متیونین، تریپتوفان، تریونین، تریپتوفان، فنیل آلانین با گروه امینوکیسلات های چی؟ عوض نشونده داخل میشوند. با گروه امینوکیسلات عوض نشونده و امینوکیسلات عوض شونده باشد باقی مانده این امینوکیسلات اگر از بیرون به ارگانیسم وارد نشود هم ارگانیسم قابلیت دارد این امینوکیسلات را سینتز کند. یعنی از حساب دیگر امینوکیسلات ها، از حساب دیگر ماده ها میتواند این امینوکیسلات ها چند حاصل شوند در ارگانیسم ما. خلاصه ما گفتیم زیاده از 20 نمود الفا امینوکیسلات پروتئینوگنی. کلمه پروتئینوگنی چی رو میفهموند؟ پروتئین چی میشود؟ سفیده. پروتئینوگنی گفتگی شمی که یعنی امینوکیسلات های سفیده حاصل کننده. امینوکیسلات سفیده حاصل کننده که سینتز کننده. بعد در اینجا کلمه 20 فهمو که 20 تا امینوکیسلات، اما کلمه الفا امینوکیسلات چی رو میفهموند؟ الفا امینوکیسلات اگر از خیمیکا شما میپرسید میگن رادیکال در کربن دوم جایگیر شده است. حالا ما امینوکیسلات را کشیده با شما این رو میفهمونیم. ببینید که در امینوکیسلات ها دو گروه فونکسیونالی رو از هم دیگر فرق میکنند. یکی NH2 دیگر COOH. دیگر چی؟ COOH و رادیکال. این گروهی که شما میبینید این گروه چی است؟ گروه امینی. گروه امینی کدام خاصیت دارد؟ خاصیت اساسی دارد. خاصیت چی؟ اساسی. گروه امینی خاصیت اساسی دارد و گروه دیگر باشد این گروهی که ما میبینیم این گروه چی نام دارد؟ گروه کربوکسیلی. گروه کربوکسیلی خاصیت چی دارد؟ گروه کربوکسیلی خاصیت کیسلوتگی دارد. کیسلوتگی. دقت، ما داریم کربوکسیلی، ما داریم کربونیلی. کربوکسیلی COOH، اگر کربونیلی گویند COH یعنی این کدام گروه؟ گروهی کربونیلی. نه اینم گروهی کربونیلی. فهمو؟ گروه کربوکسیلی COOH اگر با طور گرافیک کشیم اگر ببینید این گروه چیه؟ گروه کربوکسیلی. مقصد دقت. خلاصه گروه کربوکسیلی خاصیت کیسلوتگی دارد، گروه امینی خاصیت اساسی دارد و از این برمیاد که ما میتوانیم که امینوکیسلات را چی بگیم؟ امفوترین. خاصیت چی دارد؟ خاصیت امفوتری دارد. ببینید که
امینوکسیدات ها همه اگر دل خواه امینوکسیدات هم 20 نمود الفا امینوکسیدات که ما گفتیم اگر شما در شیمی اگر از زیاد میکنید ببینید همینجا در همین قسمتش دائمی است. در دل خواه امینوکسیدات شما NH2 CH COOH رو دیدن میتوانید. آنها از هم دیگر چی فرق دارن؟ این 20 نمود الفا امینوکسیدات از هم دیگر توسط رادیکال فرق میکنن. رادیکال الان ایر کردیم رادیکال. ما گفتیم کلمه که الفا امینوکسیدات الفا ببینید این کربن یکم کربن دوم کربن یکم کربن دوم رادیکال وقتی که در کربن دوم جایگیر شده است کربن یکم بند است همه بندش محکم است از این سبب رادیکال در کربن چندم پیوست شده است در کربن دوم برای همین این امینوکسیدات را چی میگن الفا امینوکسیدات اگر کربن سوم دا باشد بتا چهارم دا باشد گام هم خیلی رفتن میگیرد در شیمی شما را باز میبینید. خلاصه امینوکسیدات ها از هم دیگر گفتیم از روی چی فرق میکنن از روی رادیکال اگر امیر ما تازه کنیم در جاش چی نستیم CH3 الکه این میشد امینوکسیدات آلانین NH2 CH COH را از زیاد میکنید شما چی را ایراد باید دانید شما الکه دانه NH2 CH COH فقط همین رادیکال شد رادیکال CH3 دیده الکه این چه آلانین اگر شما رادیکالی CH CH2 SH بینید اگر این می شود امینوکسیدات سیستئین امینوکسیدات سولفوردور میگن سیستئین گروه سولفگیدریلی در آلانین متیل بود رادیکالش در این باشه گروه سولفگیدریلی دارد گروه سولفگیدریلی در امینوکسیدات سیستئین. خلاصه شما امینوکسیدات را خیلی قسمت اساسی ترکیب اساسی شما دیدید میدونید الکه تنها چی را باید از زیاد کنید گروهی همون رادیکال شدن گروه رادیکال شدن گروه فونکسیونال گفتیم همون رادیکال شدن از زیاد کردن میگیرید تمام از روی رادیکال شدن اونها از هم دیگر چی میکنن فرق میکنن. بعد وقتی که امینوکسیدات با هم دیگر پیوست میشوند در نتیجه چی حاصل میشود در نتیجه سفیده حاصل میشود سفیده چخیل اونها با هم دیگر پیوست میشود ببینید NH2 C ما میتوانیم همین COH را گفتیم این خیلی نیستیم OH در اینجا رادیکال و پلوسی با امینوکسیدات دیگر ما NH2 داریم میتوانیم که NH2 را H یک تاشا بالا داره یک چی پایان ده NH2 میشه N دو تا H تیره چی دارد با CH جا چی رادیکالی دویون C OH بعد در اینجا چی خیلی همین OH مینوس H پلوس OH با H چی می شود؟ پیوست می شود OH با H پیوست می شود و در نتیجه ببینید اینم یک تایی ای کربن یک تا بند از نیتروژن بند خالی میموند و در نتیجه آنها با هم دیگر چی می شوند؟ پیوست می شوند با هم دیگر پیوست می شوند با هم دیگر پیوست شدن و این ماده که خارج شد البته این چی آب هستن یعنی آب خارج شد این چی شد آب واسه شد و در نتیجه چنین بند پیدا شد همین بند بین کربن و نیتروژن بین کربن و نیتروژن این بندی که واسه شد این بند رو چی میگن بندی کوالنتی بندی کوالنتی در خیمیه بندی کوالنتی و در بیولوژی اینا چی میگن بیولوژی بندی پپتیدی یعنی بندی پپتیدی فهمو خلاصه اگر سوال میشود بندی پپتیدی چگونه حاصل میشود بندی پپتیدی از حساب کربن گروهی فونکسیونالی گروه کربوکسیلی از همین گروه کربوکسیلی کربنش و یکم امینوکسیدات را گروه کربوکسیلیش انون کربن گروه کربوکسیلی
و امینکسات دوم باشد اول NH2 کو NH2 خیلی اشرف نیتروگنی گروه امینی امینکسات دوم با هم دیگر پیوست چی رسل میکنن؟ گروهی بندی پپتیدی رسل میکنن. خلاصه بند پپتید بین کربن و نیتروگن دو امینکسات با هم دیگر پیوست میشن. بین کربن و نیتروگن چی رسل میشه؟ بندی پپتیدی یا اینکه چی میگن بندی کوالنتی. اگر دو امینکسات با هم دیگر پیوست شود این میشه چی؟ دیپپتید. مثل دیپپتید. سه امینکسات باشد تریپپتید. چهار تا تتراپپتید. از دو تا 20 امینکسات اگر پیوست شود این نام دارد اولیگوپپتید. از 20 تا 50 امینکسات پیوست شود از 20 تا 50 تا این را چی میگن؟ پلیپپتید. و از 50 تا زیاد شد اگر از 50 امینکسات از 50 زیاد شد الکی این چی میشود؟ سفیده. این الکی چی میشود؟ سفیده میشود. سفیده. و ما گفتیم امینکسات بعد سفیده حاصل شد. سفیده این سفیده هایی که حاصل شدن اونها با دو گروه جدا میشن. سفیده ها میشن چی؟ ساده و مرکبه. شده جای خالی داریم. سفیده ها میشن ساده و مرکب. سفیده های ساده تنها از امینکسات ترکیب یافتند. سفیده های ساده تنها از امینکسات ساخته شدند. سفیده میشه چی؟ ساده مرکب. سفیده های ساده تنها از امینکسات ساخته شده. در ترکیب سفیده ساده را ببینید فقط امینکسات. مثلا البومین، گلوبولین، گیستون. خلاصه این سفیده های ساده، این سفیده هایی که تنها از چی ساخته شدن؟ تنها از امینکسات ساخته شدن. وقتی سفیده مرکب شد بجز قسمت سفیده های بجز امینکسات باز یگان کامپوننتی دیگر دارد. مثلا اگر سفیده با کربوهیدرات با قند پیوست شود این پیوستگی را میگن چی؟ گلیکوپپتید. یا کی؟ گلیکوپپتید. گلیکو این کربوهیدرات این چی؟ پپتیدش چی؟ سفیده. گلیکوپپتید. اگر چرب با سفیده با چرب پیوست شود این میشه لیپوپروتئین. چی؟ گلیکوپپتید و گلیکوپروتئین. 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 لیپوپروتئین. کسلات نوکلئینات قد پیوست شود میشه نوکلئوپروتئین. همین یکی از نوکلئوپروتئین ببینید کدئین با سفیده گیستون بود که سفیده گیستون سفیده ساده. کدئین با سفیده گیستون پیوست شود حاصل میشه نوکلئوپروتئین. نوکلئوپروتئینش اینمی خروماتین میگیم که خروموسوم. مثال نوکلئوپروتئین چیه؟ خروموسوم. بله. یکی گلیکوپروتئین، لیپوپروتئین، نوکلئوپروتئین، متالوپروتئین، خروموپروتئین. خروموپروتئین. یگان ماده رنگه قد پیوست شود اگر این میشه خروموپروتئین. خلاصه سفیده های مرکب بجز قسمت سفیده باز یگان قسمت دیگر دارند و وابسته به آن اگر یگان متال باشد متالوپروتئین وابسته به آن قسمتی که به آن پیوست می شود ما پروتئین نام همون پیوستگی رو با پروتئین پیوست کردن چی رو حاصل میکنیم؟ سفیده مرکب رو حاصل میکنیم. و حالا ما دیدن میبریم استرکتوره های سفیده رو. استرکتوره های سفیده، استرکتوره این چی بگیم؟ ساختارها. ساختارهای سفیده اصلا 4 استرکتور داره. 4 استرکتور داره. استرکتور یکم
سترکتورای دوم، سترکتورای سوم و سترکتورای چندم؟ چهارم. سترکتور یکم، دوم، سوم، چهارم. سترکتور یکم چگونه شکل دارد؟ ببینید. سترکتور یکم همین امینوکیسلات ها باشد. اگر امینوکیسلات ها همین امینوکیسلات ها با هم دیگر چی پیوست شدن؟ یعنی سترکتور یکم سفیده این پای در پای پیوست شوی امینوکیسلات ها، پای در پای جایگیر شوی امینوکیسلات ها در زنجیر پلیپپتیدی. این چی است؟ امینوکیسلات و این زنجیره که این بندی که ما میگیم امینوکیسلات با امینوکیسلات دیگر پیوست میشه توسط بند پپتیدی گفتیم که این چی است؟ بند پپتیدی. بند پپتیدی. انا قاعده استرکتور یکم پای در پای جایگیر شوی امینوکیسلات ها در زنجیر پلیپپتیدی است. پای در پای جایگیر شوی امینوکیسلات ها در زنجیر پلیپپتیدی چی نام دارد؟ استرکتور یکمی سفیده نام دارد. پای در پای جایگیر شوی امینوکیسلات ها، جایگیر شوی امینوکیسلات ها در کجا؟ در زنجیر پلیپپتیدی. خودش سفیده اصلا پلیمر بیولوژی است که مونومرشون چیه؟ امینوکیسلات ها. مونومر سفیده چیه؟ امینوکیسلات ها. پای در پای جایگیر شوی امینوکیسلات ها در زنجیر پلیپپتیدی. در زنجیر پلیپپتیدی. و ببینید الان پای در پای جایگیر شوی امینوکیسلات ها در زنجیر پلیپپتیدی از چی وابسته است؟ این وابسته است از گن. این چی بود؟ گن چی بود؟ پارچه مولکولای کادئین. در این گن، همین در گن یعنی اخبار، ما میگیم کادئین نگاه داشتن اخبار ارثی. در این کادئین ما اخبار قرار دارد، یعنی چگونه باید امینوکیسلات ها پای در هم جایگیر شوند. مثلا 20 امینوکیسلات که ما داریم میتواند که مثلا آلانین 10 تا آلانین 15 تا والین 5 تا گلیسین بیاد، این یک امینوکیسلات. اگر جاش عوض میکنیم دیگر امینوکیسلات، شمارش از زیاد میکنیم دیگر امینوکیسلات. یعنی چگونه پای در پای همین امینوکیسلات ها در زنجیر پلیپپتیدی چگونه باید بیاید؟ این در کجا نوشته؟ در مولکولای کادئین، در گن، که این گن قرار دارد در داخل چی؟ در داخل کادئین باشد. در داخل چی؟ یادرو. فهمو وسیله نگهداری اخبار ارثی کادئین در اینجا ظاهر میشه. و سترکتور یکمی سفیده شکلش به چی مانند است؟ شکلش مانند است به زنجیر. اهمیت داده باشه به چی مانند دارد؟ به زنجیر. و بندش چگونه است؟ توسط کدام نمود بندی که ما میبینیم بندش چیه؟ بندی پپتیدی. توسط بندی پپتیدی میگن شکلش به زنجیر مانند است و بندش بندی پپتیدی است. پای در پای جایگیر شوی امینوکیسلات در زنجیر پلیپپتیدی. سترکتور دومی سفیده، ببینید این یکم بود، این سترکتور دومی سفیده. سترکتور دومی سفیده دو شکل دارد. اینش بتا سپیرال نام دارد. بتا سپیرال دیگرش باشد این امینوکیسلات ها. hanem سترکتور یکم اینش باشد الفا سپیرال. و در سترکتور یکم
همین یک قطار بندها جای گیرد بندها این بندها نام دارد بندهای گیدروگنی این بندهای چه گیدروگنی این بند گیدروگنی بین چیه بند پپتیدی را اگر اهمیت داده باشد بین پپتید کدام المنتو بین کربن و نیتروژن بوده بین کربن و نیتروژن این منطقه دا بند پپتیدی بین کربن و نیتروژن بند گیدروگنی باشد بین کدام مولکولا گیدروژن و اکسیژن این به نهایت بند نوستوار است فهمو شکلش به چی مانند دارد شکلش به سپیرال استرکتور یکم دوم شکلش به چی به صحبت کردیم شکل به سپیرال و بندش باشد بندی چیه بندی گیدروگنی ببینید که در اینجا بندی پپتیدین و بندهای پپتیدین نیز وجود دارند اما استرکتور دوم اصلا حسابی بندهای چی هست میشد حساب بند پپتید یک زنجیر هست میشد وقتی که استرکتور دوم بندهای گیدروگنی قطع پیوست میشن در اینجا کمی پیچ خوری چی این استرکتور یکم با عمل بیاد که شکل چی رو میگیرد شکل سپیرال رو میگیرد بندهای گیدروگنی و بین چی و چی گفتیم بین اتم گیدروژن و اکسیژن بین اتم گیدروژن و اکسیژن این به نهایت بند چیه بند نااستوار و استرکتور سومینی سفیده از حساب چی این هم از حساب باز هم پیچ خوری استرکتور دومین چی حاصل میشه باز هم از حساب پیچ خوری استرکتور دومین اینها امینه کیسلات هم بودن و در اینجا باز یک نمود بند دیگر بندهای دیسولفیدی میگن بندهای دیسولفیدی خلاصه این بندهای چیه؟ بندهای دیسولفیدی شکل استرکتور سوم چگونه شکل دارند شکلش گلوبول کره شکل یا اینکه سفریکی گلوبوس شکل گلوبولا این توپچه شکل میگیم توپچه شکل بندش بندهای گیدروگنی بخشش بندهای گیدروگنی در استرکتور چندم بود استرکتور دوم کو بندهای دیسولفیدی بندهای دیسولفیدی و علاقه گیدروفوبی علاقه گیدروفوبی چیه اخیدش یعنی در این ترکیب یعنی ساختار در ترکیب این ساختار خلاصه ما در قسمتایی که گیدروفوبان از آب در آب نزد حل نمیشوند در آب حل نمیشوند آب رو دوست نمیدارن گیدروفوبوس ترسیدن از آب میترسن آنها گویم در قسمت مرکز جمع میشوند قسمت گیدروفیلی باشد در اطراف جمع میشود و اطراف این قسمت گیدروفوبی را ساختارهای گیدروفیلی احاطه میکنن از طرف بیرون و شکل چی رو میگیرن شکل یعنی گلوبول شکل توپچه رو میگیرن این سبب میگن چی بند دیسولفیدی علاقه چی علاقه گیدروگنی استرکتور چهارمی باشد استرکتور چهارمی از حسابی یک چند تا استرکتور چندم یک چند تا استرکتور سیومین مثلا این از گیموگلوبین مولکولای گیموگلوبین 4 تا گلوبولا دارد و در مرکزش چی دارد در مرکزش آهنی دوولینته دارد و شکلش چی شکلش توپچه همین گلوبولا توپچه مرکب کمی مرکب و بندهایش باشد در ترکیب این هم بندهای پپتیدی هم بندهای گیدروگنی
هم بندهای دیسولفیدی هم علاقه گیدروفوبی. این چونین با بندهای چی رو میبینیم؟ بندهای ایونی. بندهای ایونی مثلا در مولکول هیدروژن در گماگلوبین بندهای ایونیش حساب چیه؟ حساب آهن. در مولکول خلوروفیل از حساب مگنی. در همین خلوروفیل مگنی داره در جای آهن. در مولکول گماسیانین باشد چه؟ کوپروم. در نرم تنهای سرپا کوپروم. و در ترکیب مثلا انسولین بگیرید، اگر انسولین سینک علاقه ایونیش، علاقه ایونیش سینک می باشد، الیمنت سینک. خلاصه این ساختاری که ما دیدیم این چی بود؟ سترکتورهای سفیده. سترکتورهای سفیده و سفیده یک چند خاصیت دارد، یک چند خاصیت دارد. ببینید یکم خاصیت اینجا نویسیم که خاصیت های سفیده. یکم گیدروفیلی. یکم خاصیتش چی؟ گیدروفیلی یعنی گیدرو آب، فیلیو دوست داشتن. یعنی سفیده ها این ماده های می باشند که آب رو دوست می دارن و در آب نفس حل می شوند. در آب نفس حل می شوند. مثلا در ترکیب نخود اصلا چی زیاده است؟ سفیده. از این سبب اگر نخود رو در آب اگر ترک کنیم میبینیم که آب رو به خودش جبیدن میگیرد، ورم میکند. یعنی آب دوستدار است، گیدروفیل. و دویم خاصیتش ذریعه کلون سطحی دارد. ذریعه کلون سطحی دارد. ذریعه کلون سطحی دارد و از حساب همین خاصیتش وظیفه کاتالیزاتوری رو اجرا میکنند. یعنی وظیفه کاتالیزاتوری به ذریعه کلون سطحی داشتنش وابسته است. و سوم خاصیت نسبت به حرارت نااستوار. یعنی که نسبت به حرارت حساس است. در اینجا ببینید اگر حرارت اگر بلند شود، فشار تغییر یابد، pH اگر عوض شود، میتواند که سترکتورهای سفیده شود ویران شود. میتونه ساختارهای سفیده ویران شود. و از همه ساختار نااستوار که ضعیف است به زودی با ویران شوی شروع میکنه، این ساختار چندم؟ ساختار چهارم میباشد. هنگام حرارت بلند شدن یکم ساختار چهارم ویران میشد، پس آن ساختار سومین، بعد ساختار دومین، بعد ساختار یکمین. یعنی ویران شوی از طرف چی؟ از بالا میبیاد. 4 3 2 1. ببینید اگر ویران شوی سترکتور سفیده به عمل بیاد، اگر سترکتور سفیده اگر ویران شود این جریان رو چی میگن؟ دناتوراسیون. معنی کلمه د این خودش ویران شوی را میفهمونه. ناتوراسیش ناتورا شکل، وقت شکل سترکتور سفیده ویران شد میگن دناتوراسیون. کلمه د. یا که میگن پولاریزاسیون، این حالت آرامی حجره را میگن. حجره وقتی در حالت آرامی باشه میگن پولاریزاسیون. وقتی دپولاریزاسیون گفتن الکی چی میشه؟ حجره حالت هیجان یعنی آرامیش وقتی گم کرد این میشه دپولاریزاسیون، دناتوراسیون. فهمو؟ خلاصه وقتی استرکتورهای سفیده ویران شدن گرفت چی میشه؟ دناتوراسیون. اما از یاد نبرید از همه استرکتورهای پرقوت یکم، از همه کم قوت استرکتورهای چندم؟ استرکتورهای چهارم. از این رو هنگام حرارت کمی بلند شدن ببینید که استرکتورها ویران شده رفتن میگیرند، اما استرکتور یکم به نهایت استوار است، با زودی ویران نمیشود. با کمی تغییر یافتن حرارت استرکتور یکم ویران نمیشود، استرکتور خود را نگاه می‌دارد و امکانیت دارد که اگر استرکتور سوم، چهارم، سوم، دوم ویران شود، اما استرکتور یکم اگر نگاه داشته شود ویران نشود، باز دوباره امکانیت هست که از حساب استرکتور یکم باز دوم و سوم و چهارم حاصل شود. وقتی که سفیده استرکتور خود را برقرار میکنه این جریان رو چی میگن؟ رناتوراسیون. معنای برقرار شوی، رناتوراسیون. ببینید وقتی که حجره حالت هیجان آمد باز حالت آرامی در آمد میگن پولاریزاسیون. یعنی حالت آرامی حجره از حالت هیجان به حالت آرامی گذشت، اینا میگن پولاریزاسیون. خلاصه دناتوراسیون اگر ویران شوی باشد، رناتوراسیون چی میشه؟ برقرار شوی. میگن که رگنراسیون جای اوسیده چی میشه؟ برقرار شوی، رگنراسیون. معنای کلمه چی؟
ری برقرار شوی، د چی؟ دناتوراسیا وایران شوی و می شود حالتی می شود که استرکتور یکم چی می شود؟ حرارت به نهایت تغییر می یابد، بلندی بعد می شود استرکتور یکم ویران می شود. وقتی استرکتور یکم ویران شد این جریان رو چی میگن؟ تنزل یا اینکه شما میتوانید اینجا چی بینید؟ دگراداسیا یعنی دگراداسیا این چی میشود؟ ویران شوی تنزل. وقتی که دگراداسیا شد علاقه استرکتور سفیده چی میشود؟ پورا نیست میشود و دیگر برقرار نمیشود. بسیار وقت سوال میشود برای چی استرکتورای چهارم و سوم و دوم اگر ویران شود باز برقرار میشود، اما استرکتور یکم ویران شود دیگر برقرار نمیشود. شما در موضوع بیاسین سفیده میبینید که برای حسش استرکتور یکم سفیده وقت استرکتور یکم سفیده اصلا در کجا حاصل میشد؟ در ریبوسوم گفته بودیم. استرکتور یکم در ریبوسوم حاصل میشود. در اینجا کایرین اخبار کایرین نقلیاتی و یک قطار کایرین ها و اخبار از کدین آوردن در کار فرمین به نهایت جریان مرکب میگذرد. وقتی که اگر استرکتور یکم ویران شد دوباره او را برقرار کردن ممکن نیست و دوباره اثر نو این استرکتور را حاصل کردن در کار این خیچه دیگه برقرار کردن نمیشد، چون که استرکتور یکم در داخل چی حاصل میشه؟ در داخل ریبوسوم و استرکتور دوم و سوم و چهارم در سیتوپلازم حاصل میشه. در سیتوپلازم ویران شد باز دوباره برقرار میشه. فهمو؟ این بود استرکتورهای سفیده و این چونین ما داریم چی؟ وظیفه های سفیده به نهایت وظیفه های زیاد رو در ارگانیسم چی میکند؟ اجرا میکند. یکم وظیفه سفیده این به نهایت پنج شده این وظیفه چی میباشد؟ وظیفه کاتالیزاتوری یا اینکه وظیفه فرمنتاتیوی. کاتالیزاتور چیست؟ ماده هایی که صورت ریاکسیون شیمیایی رو میتیزونند خودشون صرف نمیشن میگن کاتالیزاتور. ماده هایی که صورت ریاکسیون شیمیایی رو میتیزونند و خودشون چی نمیشن؟ صرف نمیشن، این ماده ها رو کاتالیزاتور مینامند. فرمنت نیز این قابلیت رو دارد. فرمنت اصلا ترکیبش از چی عبارت؟ از سفیده. فرمنت ها ترکیبا چی میباشن؟ سفیده میباشن. قابلیتی تیزانیدن صورت ریاکسیون را دارند اما خودشون صرف نمیشوند. پس سوال میشود فرمنت این کاتالیزاتور بیولوژی است، یعنی در ارگانیسم زنده فعالیت میکنند. کاتالیزاتور باشد این شیمیایی است، شیمیایی مثلا پلاتین، اکسید وانادی، اینا چی؟ کالیمنگان و چور یا چی؟ کاتالیزاتورهای شیمیایی. کاتالیزاتور بیولوژی از کاتالیزاتور شیمیایی چی فرق دارد؟ یکم فرقی کاتالیزاتور بیولوژی فرمنت ها اصلا در ارگانیسم زنده فعالیت میکنند. کاتالیزاتور شیمیایی باشد در لابراتوری های شیمیایی. دوم فرقیت صورتی که کاتالیزاتور بیولوژی میتیزونند نسبت به صورتی کاتالیزاتور شیمیایی صدها میلیون ها مرتبه صورتش بلندتر میباشد. سوم فرقیت وقتی که اگر حرارت رو بلند کردید کاتالیزاتور شیمیایی باشد، هنگام بلند شوی حرارت هر چقدر شما حرارت رو بلند میکنید همونقدر صورت ریاکسیون کاتالیزاتوری شیمیایی این ریاکسیون شیمیایی تیزتر میشد. اما کاتالیزاتورهای بیولوژی باشد این فرمنت ها چنین نیستند. هنگام شما حرارت رو بلند میکنید هنگام بلند کردن حرارت میتواند که سرعت پس شود، تیز نه بلکه پس شود. سبب در چی؟ سبب در این است که هنگام بلند شدن حرارت ما گفتیم نسبت به حرارت نااستوار سفیده ها، یعنی فرمنت ها که ترکیبا سفیده میباشند وقتی که حرارت رو بلند کردید میتواند که چی شود؟ ویران شود. وقتی استرکتورش ویران شد و دیگر وظیفه رو چی؟ وظیفه خود رو اجرا کردن نمیتواند. و چهارمین وظیفه مخصوصیت چی معنی دارد؟ برای هر یک ریاکسیونی که در ارگانیسم ما میگذرد مخصوص فرمنت ها برای هر یک سوبسترات ماده‌ای که فرمنت رو چی میکند؟ تجزیه میکند، صورت تجزیه اون رو میتیزوند، این ماده رو سوبسترات میگن. یعنی برای هر یک نمود سوبسترات، برای هر یک نمود ماده در ارگانیسم چی است؟ فرمنت های مخصوص وجود دارد. مثلا امیلازا کرخمال رو تا دیساخارید مالتوزا چی میکند؟ تجزیه میکند. امیلازا دیگر با او کار ندارد. بعد مالتوزا رو باشد باز فرمنتی مالتازا تا گلوکوزا تجزیه میکنند. خلاصه برای هر یک ماده مخصوص چی؟ فرمنت لازم است، یعنی مخصوص فرمنت وجود دارد. این مخصوصیت میباشد. هیچگاه نمیشود که یک فرمنت یک چند ریاکسیون رو چیکار کند؟ تیزاند.
اما کاتالیزاتور شیمیایی چنین نیستن. مثلا حرارت شما میدونید که در اکثر ریاکسیون شیمیایی حرارت رو ما استفاده کرده میتوانیم. این بو فرقیت کاتالیزاتور بیولوژی و کاتالیزاتورهای شیمیایی. اصلا فرمنت ها در حرارت از 30 تا 40 گرادوس این حرارت میباشد که فرمنت ها میتوانند فعالانه یعنی کار خود رو با انجام رسانند، یعنی کار خود رو اجرا کنند. این یکم وظیفه‌اش بود، وظیفه کاتالیزاتوری. وظیفه دوم این وظیفه ساختمانی. اگر موضوع ساخت حجره را ببینید، کانال های حجره، دیوار، ممبران حجره، ممبران ارگانوید و همه این از ساخته شده است. از سفیده ها سفیده و چرب میگن، یعنی از سفیده ها ساخته شده است. یعنی ساختمان در ساختار ارگانیسم چی میگن؟ اشتراک میگیم. وظیفه دوم وظیفه ساختمانی. وظیفه سوم این وظیفه محافظتی. وقتی که از محیط بیرون یگان ویروس، باکتری، یگان جسم بیگانه به ارگانیسم وارد میشد، اینا میگن آنتیگن ها. همه چیزی بیگانه که از محیط بیرون به ارگانیسم وارد میشد، اینا چی میگن؟ آنتیگن میگن. آنتیگن اصلا آنتیگن ها جسمای بیگانه که از محیط بیرون به ارگانیسم وارد میشن. میتواند ویروس باشد، میتواند باکتری باشد. آنتیگن خلاصه چیه؟ جسمی بیگانه. وقتی که جسمی بیگانه آنتیگن به ارگانیسم وارد میشود، حتمی در ارگانیسم یک ساختار محافظتی، یعنی سفیده های مخصوصی محافظتی وجود دارد که این آنتیگن ها رو چی میکنن؟ نصف میکنن، با آنها پیوست شده آنها رو بی‌ضرر میکنن. اینها چی میباشند؟ آنتیتلا. ببینید آنتیتلا این جسمی بیگانه، تلا این چی میشه؟ جسمی بیگانه را ما میگیم تلا. آنتی ضد جسمی بیگانه. این صفحه آنتیتلا چیه ایخش؟ مثلا پوتان ها در ارگانیسم چیه؟ پوتان ها ایمونوگلوبولین ها. پوتان ها، ایمونوگلوبولین ها این سفیده های میباشند که برای نصف کردن جسم های بیگانه، یعنی ما رو چی میکنن؟ محافظت میکنن. این چونین از خونروی، وقتی که اگر یکان جای بدن آسیب میبیند خونروی به عمل میاد، این هنگام سفیده های فیبرین و سفیده های ترومبین. سفیده های فیبرین و ترومبین خون رو چی میکنن؟ خون رو لخته کرده ما رو از خونروی زیاد محافظت میکنن. اگر از خونروی زیاد به عمل بیاد، این هنگام میتواند که شخص چی؟ با مرگ دچار شود. و مثلا سفیده فیبرین و ترومبین ما رو چی میکنن؟ محافظت میکنند از خونروی زیاد. این محافظت از جسمای بیگانه، این محافظت از چی؟ از خونروی. و این چنین وظیفه چهارم وظیفه نقلیاتی. ببینید گیموگلوبین رو در بیولوژی اشاره میکنه HB. همین گیموگلوبین که در داخل اریتروسیت جایگیر شده است، اصلا وظیفه‌اش کشانیدن چی میباشد؟ کشانیدن گازها. اکسیژن رو میرود از شش اکسیژن رو گرفته به او حجره بافتا برده میرسوند و از حجره بافتا CO2 رو گرفته به شش میبرد و از اونجا بیرون میکنند. خلاصه این وظیفه چی رو اجرا میکنند؟ گیموگلوبین وظیفه نقلیاتی رو اجرا میکنند. باز چی وظیفه؟ وظیفه کاتالیزاتوری گفتیم، وظیفه محافظتی گفتیم، وظیفه ساختمانی گفتیم، وظیفه نقلیاتی گفتیم. بعد وظیفه انرژتیکی. وظیفه انرژتیکی رو سفیده‌ها به نهایت کم اجرا میکنند، یعنی در حالتی که در ارگانیسم چرب و کربوهیدرات نباشد، اصلا کربوهیدرات و چرب نرسد، این هنگام میتواند که سفیده وظیفه چی رو اجرا کنند؟ وظیفه انرژتیکی رو اجرا کنند. این در حالتی یعنی ناچاری به نهایت در حالتی وزین، این وظیفه چی میشه؟ انرژتیکی. وقتی که سفیده اگر 1 گرم سفیده تجزیه شود 17.6 کیلوجول انرژی خارج می شود. باز دیگر وظیفه چی می باشد؟ وظیفه حرکتی. همه موشک‌های بدن ما که کشخوره حرکت ما رو تامین میکنند، از سفیده های چی؟ اکتین و سفیده میوزین.
سفیدای اکتین و میازین چی رو اجرا میکنن؟ حرکت ما رو تامین میکنن. کشش خوردن حرکت ما رو تامین میکنن. و این بود وظیفه چی؟ وظیفه حرکتی. و این چون وظیفه زهری میگن. وظیفه زهری این چی از خودش؟ یعنی مور و بعضی حشرات وقتی که میگذن در لوب دهان اونها زهر وجود دارد. زهر. همین زهر لوب دهان اونها ترکیبا از ساخته شده است؟ از سفیدان. ترکیبا از سفیده ساخته شده است. خلاصا سفیدها در ارگانیسم به نهایت وظیفه‌های زیاد رو اجرا میکنن. به نهایت وظیفه‌های زیاد رو اجرا میکنن. و امروزه درس ما دایر به سفیدها به اتمام میرسد. تشکر به دقتتان.